این مملکت بیبی مردم از گشنگی میموره یا عموم مسائل را دد پیش میاره که ملت ها با هم بجنگه دیگه قوت شما بدانه ملت ای مردم بالله قسم اگر این یهود و نصارا را ما دوست میپنداریم ما همکار میپنداریم یقین به الله بکنه که ایمان ما از سر ما کوچ میکنه تو گپ الله را سخن الله را کلام الله را نادیده میگیری این خبیثا میایه برای ما همکاری میکنه و راحت میاره نه اینمی طور مسائل بالا کرده رویسته اینی طور مسائل که ملت ها علنا بجنگه روزانه ایمانات تبا میشه کسی از اسلام داد نمیزنه کلگی از سمت و از زبان در این روزا فیسبوک ها را شما میبینی جنایت کاری که زنا از سینای شیخ دیر شد او را امروز شهید میگن مردم اما او که واقعا شهید است او را نعوذ بالله لعنت میگن ایمان کجاست ایمان کجاست بله ملامت نمیکنم این ملت دور است از کتاب الله تمام عمر دور زندگی کرده یا نشناخت اسلام چیست یا فقط اینقدر میشناسه من فلان قوم هستم من فلان تنظیم هستم نکنی که ایمان کوچ میکنه ایمان کوچ میکنه دمی وطن امروز نجیب هم شهیدی درجه اول است علنا گفته میشه ببینی همین ملت است